والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، ماه شریف رمضان و روز سید جمعه را که سید الایام است، از برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند رب العزه مسئلت آن را دارم که پروردگار ماه شریف رمضان را از برای امت محمد صلی الله علیه و سلم ماه آمرزش گناهان، ماه طاعات و عبادات صدقی، ماه میل محبت به سوی خدا و به سوی شریعت غرای محمدی گرداند. زیرا واقعا میبینیم که ایمان مردم خیلی خیلی ضعیف شده بوده است. ما که اصلا در مسجد ها میگردیم، با اهل مسجد سر و کار داریم، گمان میکنیم الحمدلله تمام مردم مسلمان همه نمازخوان هستند، اهل مسجد هستند، اما بیرون از مسجد کار و رفتارهای بوده است. به شرافت روزخورهای بودند، به سعادت به نمازان بودند که شماره اونها از شماره نمازگزاران شاید چندین مراتبه بیشتر و زایدتر باشد. پس دعا میکنیم خداوند در این ساعت که ساعت اجابت دعاست، دعاهای ما عاجزا را به درگاهت قبول و مقبول گردان، زیرا که ما مسئول هستیم، زیرا ما از غضب تو خوف داریم. اگر غضب تو که آمد فقط مردم گناهکار را نه بلکه عموم را میگیرد. پروردگار اینا را، این کورها را چشماشون باز کن، راه هدایت براشون نشان ده تا از غضب تو اندیشه کنند، تا او قوم و ملت هایی که به غضب تو گرفتار شده و نامشان از صفحه تاریخ نیست شده است در مد نظرشان باشد و توبه کنند، به افاقه آیند، رجوع به سوی تو کنند، عبادت تو را به نقصان انجام دهند. مادام که دعوای مسلمانی میکنند، اسلام خود را ثابت سازند. آمین یا رب العالمین. انشاءالله بعد گپ بعد بگوی، ولی بگوی حاجی صبر کن، ولی وقتی گپ نیست. پس این ماه شریف و ماه بزرگ که ببینه جمعه سوم است، یک حدیث سعادتوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میخواهیم به سمع شما رسونیم. حالی نصفش نکرده ایم، حالی نصف نشده است. ما حدیث شعبانیه را با شما رد بدل می ساختیم. در جای آمدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم تأکید فرمود. این حدیث گفته بودم، اسنادش ذکر کرده بودم که در صحیح ابن خزیمه آمده است. راوی حدیث حضرت سلمان فارسی است. پیامبر وقتی که ذکر ماه شریف رمضان میکرد، فضیلت این ماه را بیان می ساخت، فرمود هو شهر جعل الله صيام نهاره فریضه و قیام لیله تطوعا. ماه شریف رمضان ماه است که خداوند متعال روزهای آن را برای امت اسلامی فرض گردانده است و قیام شبها، نماز تراویح به شب خواندن، در نمازهای تراویح ختم قرآن انجام دادن را تطوع یا سنت قرار داده است. درباره فریضه رمضان هفته گذشته ما با شما صحبت داشتیم، حکمهاش بیان کردیم. برای تحذیر باز یک بار دیگر بیان میکنم، برای اون مردم بی‌پروایی که نسبت رمضان اندیشه نمیکنن، بی‌پروایی میکنن، که در حدیث صحیح اومده است، از عبدالله ابن عباس روایت شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اور الاسلام و قواعد الدین ثلاثه علیهن اسس الاسلام
خلاصه دین مبین اسلام، پوسکنده ای دین و قاعده ها و ستون های ای دین بزرگ سه چیز است که اسلام عزیز در بالای همین سه پایه قامت افراخته است. من ترک واحدة منهن فهو بها کافر حلال الدم. هر کسی که یکی از همین سه پایه را ترک میکند کافر میشود، خونش هدر و مباح میشود، خونش دیگه قدر و منزله چگونه میکنه. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم بیان کرد شهادت ان لا اله الا الله و صلات المکتوبه و صوم رمضان. همون سه اصل، اولش کلمه شهادت بر زبان راندن است، دومش نمازهای فرضی را انجام دادن و نهایت سومش روزه ماه شریف رمضان داشتن. این فرضی از فرایض الهی است. کتب علیکم الصیام، خداوند امر میکنه بر شما فرض گردانده شد روزه. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. پس ای مسلمان ها، هر کسی از شما ماه رمضان دید، رؤیت هلال براش واقع شد، باید البته روزه بگیرد. این فریضه خدا است. در این موضوع ما هفته گذشته صحبت کردیم. خب اگه درباره قیام شب صحبت میکنیم، این ماه است که خداوند قیام شبهای آن را تطوع گردانده است، یعنی عمل نافله و زایدتی. اصلا وقتی که نافله میگن بسیار مفهومی وسیع است. سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست در زیر همین مفهوم داخلند. اصلا احکام شرعی دو نوع میشوند، واجبات و مندوبات. واجباتش فرض واجب در بر میگیرد، مندوباتش دیگر احکام را، یعنی سنت و مستحب و نوافل امثال اینها را. پس این سنت است قیام شبها. خدای تعالی بندگانش که شبخیز هستند و شب عبادت خدا میکنند دوست می‌دارد، برایشان وعده های داده است، چنان بشارت های داده است که برای شخص صالح و سالم بعد از شنیدن این وعده و بشارت ها باور کنه حتمی میگردد به شب خیستن عبادت خدا را انجام دادن، زیرا این مهربانی خدا را وقتی شخص میبیند آب میشود. در ضمن سوره سجده خداوند متعال فرموده استعیذ بالله تتجافى جنوبهم عن المضاجع